شیطان در کوچه های فرانسه میگه یکی از دوستای خدا دید خیلی بی‌پروا با مردم اهمیت هم نمیتید. شیطان شناخت این کس و گفت که شیطان الله چی شدی تو بی‌پروا آزاد گشتی ایستادی یک غم اینا رو نمیخوری؟ گفت دوست خدا گفت اینها آنکنا شیطان شدیگن که من دیگه در پیش اینها هیچی هستم، اینا کارای ساخته برآوردن که دیگه عقل من اون کارا رو نمیگیره. ببین شیطان در نزد اینها حیران است. امروز انسانیت پیش ده فحشایی که اینها برآوردن، نوعهای گوناگون فساد اخلاقی که اینها برام شیطان هم عقلش نمیگیریم. خوب این یک حکایه تشبیهی است و مقصد این که امروز انسانها را حیاش برفت. با کمال خوجنده خدا رحمت کنه میگه حیا باید که دارد آدمی زاد که لعنت بر وجودی به